سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم با هم دیگه ببینیم آیا میتونیم لایو تریدی داشته باشیم. آیا الان که ساعت 8:51 است بازار به ما نقطه ورودی خواهد داد به کمک اندیکاتورها و تحلیلی که میکنیم یا خیر. از چارت یورو یو اس دی شروع میکنیم. تو چارت یورو یو اس دی همینطوری که توی ویدیو قبل مستظر هستید، ما یه سری نواحی داشتیم که پایین تر بود، اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره. زمانی که ما میخوایم وارد ترید بشیم دیگه، ما دیلی و هفتگی و 4 ساعتمون خیلی برامون ملاک نیست که بخوایم اونجا رو وارد بشیم. ما 15 دقیقه، 3 دقیقه و 1 دقیقه رو با هم چک میکنیم. یعنی آخرین تایم فریمی که نگاه میکنیم 4 ساعت است که ببینیم حالا احتمالاً به کدوم سمت توی اون روز قراره حرکت کنیم. خب ما اگه خورده زوم کنیم داستانو و حالا اینا رو پاک کنیم، ببین چیزی که مشخصه این ناحیه سبز و این ناحیه سبز بزرگتر مال تایم فریم دیلی و هفتگی هستن. یعنی چی؟ یعنی ما پیش بینی کردیم که قیمت قراره به سمت پایین حرکت کنه. این پیش بینی ما بوده در روزها و هفته های آینده. اما امروز چی؟ اگه نگاه کنید، چیزی که خیلی مشخصه اینه که 5 خطی که ما اینجا داریم از اندیکاتور اولمون که از هم فاصله گرفته بودن، کاملا مشخصه از هم همیشه باز بودن، توی برهه‌ای به هم دیگه نزدیک شدن. نگاه کن مثلا اینجا کاملا این 5 تا خط به هم نزدیک شدن و همین جایی بوده که چارت یکم بازی کرده، رنج زد و بعد منفجر شده مثلا به سمت بالا. مجدد ما اینجا رو نگاه کنید، دوباره 5 خط مثلا به سمت هم، یه حرکت به سمت پایین، یه حرکت به سمت بالا. وقتی 5 تا خط به سمت هم میان، یعنی که قیمت قرار رنج بازی کنه، اما بعدش یه حرکت انفجاری داره، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین. چیزی که معلومه، یعنی کاملا چیزی که از این اندیکاتور مشخصه، اینه که این اندیکاتور میگه شما فعلا داری رنج میزنی. یعنی نگاه کن کاملا مشخص از این بازه رنج زده تا این بازه، و اگر نگاه کنید هر 5 خطا رو ما شامل میشه. یعنی کاملا مشخصه که هر 5 خط رو شامل میشه. در نتیجه ما احتمالاً یه بازی رنج خواهیم داشت. حالا چرا حرکات منفجری امروز احتمالاً اتفاق میفته؟ چون اگر ما اخبار ببینیم، امروز ما از ساعت 11:30 خبر داریم بر روی شاخص یورو 3 خبر داریم، 3.45 روی یو اس دی، ADP 4 GDP، دوباره مال کانادا 5.5 دوباره PC. یعنی اگه نگاه 6.5 که گزارش هفتگی. یعنی اگه نگاه کنیم ما بعد از اون انقدر اخبار مهم داریم، که اینجا حرکات انفجاری ببینیم از یورو USD. پس در درجه اول قطعا امروز ما یه حرکت انفجاری داریم. احتمالاً چیزی که ممکنه رخ بده، خب ما این بالاها یه سری تو 4 ساعت نهایی پی او آی برای فروش داریم. مثلا تو این اندیکاتور الان اینجا معلوم نیست، اما اگر مثلا ما تایم فریم دیلی انجام بدیم معلوم میشه. ببین اگه ما تو تایم فریم دیلی بیایم، اینا بچا دیگه میبینید دیگه، اینا ناحیه سبزی که گذاشتیم مال دیلی هن و این مال هفته. نگاه کنید بچا اینجا رنجه، اما این بالا اگه نگاه کنید داره به سمت پایین میاد. خب یعنی احتمالاً تا بعد از ظهر، احتمالاً مثلا اینجاست تا مثلا تا ساعت 3 و 4 تا اینجا هم برسه. یعنی ما این محدوده ما یک چی داریم؟ مقاومت داریم. یعنی احتمال داره قیمت امروز با توجه به اینکه اخبار خیلی زد و نقیضی داره، بعضیش به نفع بعضیش به ضرره، احتمال داره یورو اس دی حرکت نوسانی داشته باشه، به این مقاومت بخوره و بعد بیاد برسه به این نواحی. اینم احتمالش خیلی زیاده. حالا تو 4 ساعته مثلا معلوم نمیکنه، ولی این محدود است. خب این محدوده بود و هولوش محدودیه که احتمال داره یورو اس دی بهش برسه و بعد حرکت کنه به سمت، یعنی کاملا نوسانش رو بزرگ کنه، بیاره توی یک رنج بزرگتر با توجه به اخباری که وجود داره. حالا ما اینجا تو این اندیکاتور داریمش. ببین اینجا خیلی قشنگ داریمش، اینها ساپلای پی او آی، یعنی کاملا ما اینجا داریم این داستانو. حالا اینجا بزرگتر هم میتونیم بکشیم، اینجا داریمش و قیمت میتونه تا اونجا بیاد. حالا اگر پراس لیبل بذاریم، قیمت تا اینجا میتونه بیاد بالا. و در رنج بعدی هم ببینید اینجاست بچه ها، یعنی کاملا مشهوده. حالا ناحیه‌شو فکر کنم گذاشتم، آره ناحیه‌ش هم گذاشتم. اینم ناحیه رنج بعدیمونه، دیمندی که ما پی او آی داریم اینجا، میتونه کامل بیاد بین این دوتا بازی کنه امروز.
حالا بعیده که امروز بخواد به این نواحی پایین تر سر بزنه، ولی ما اگه خاموش کنیم کاملا مشخص شد. یعنی حرکت امروز ما قرار بین این رنج اتفاق بیفته، رنج بالا و رنج پایین. این اتفاقی که خواهد افتاد امروز، احتمالا ما این تغییر حرکت رو داشته باشیم. پس یه جورایی ما تو یورو یو اس دی امروز داریم حرکت رنج بزرگ، یعنی ببینید خیلی رنج بزرگیه، قابل تریده و قاعدتا من اگه باشم اینجاها اوردر سل میکارم و اینجاها اوردر خرید میکارم، سعی میکنم بین این دوتا وارد نشم مگر اینکه موقعیت خوبی باشه. حالا چطوری؟ اندیکاتور پایین که اینجا هم مشخصا اسمشون اومده، ببینید آرت ترندینگ استیشنه. اگه نگاه کنین و حالا ما بالایی هم خاموش کردیم، ببین اگه نگاه کنین اینجا نشون میده که این رنج بودن رو داره نشون میده، یعنی میگه من تو 4 ساعته تکلیفم معلوم نیست، نه اونقدر بالا هم که بخوام یه حرکت ریزشی شدید رو شروع کنم مثل اینجا که حرکت ریزشی شدید، نه اونقدر پایین هم که بخوام حرکت سودی انجام بدم. در نتیجه کاملا قرار رنج بازی کنم و اینو ما داریم میبینیم، مگر اینکه اخبار منو به سمت بالا بکشونن که من بیام بالا دوباره سل بدم و بیام پایین. این اتفاقی که تو یورو اس خواهد افتاد. توی جی بی پی یو اس دی، ای یو دی یو سی، ان زد یو اس دی هم ما همین بساطو داریم، یعنی تا ساعت بعد از ظهر ما کاملا رنج میبینیم بازارا رو. این شد تایم فریم 4 ساعته. پس اینجا کاملا رنجه بچه، کاملا یک بازی رنج ما داریم. حالا اگه بریم تو تایم فریم 15 دقیقه، این رنج بودن ما کاملا مشهود تره، یعنی ببینید باز هم تو 15 دقیقه اینا رنجن، خیلی جالبه. یعنی مجدد ما تو 15 دقیقه باز هم رنج داریم اینا رو. یه رنگ بذاریم که کم رنگ تر باشه. اگه نگاه کنیم بچه ها، نگاه کنید ما تو بازی 15 دقیقه مجدد رنج داریم و کاملا مشخصه دیگه. حرکت کندیلا رو ببینید، این بازی رنج 15 دقیقه است که ممکن حرکت کنه بیاد به رنج 4 ساعتش برسه. حالا سوال، آیا ما میتونیم مثلا فروشی انجام بدیم یا خریدی انجام بدیم؟ بله، اگر به این سقف رنج برسیم میتونیم یه فروش حجم بالا اسکلپی، یعنی حد ضرر کم و تا وسط این ناحیه انجام بدیم. همینجوری هم که میبینی مثلا تایم فریم 15 دقیقه اجازه بدیم به سقفش برسه، یعنی این حرکتی که یه آی سی تی بود، یه حرکت کندل بسیار بزرگ بوده رو جمع کنه بره بیاد بالاتر، از اینجا دوباره تا محدوده وسط بیاد حالا سراغ کف این بازی بزرگ. یعنی ببینید بچه‌ها ما یه بازه داریم به این صورت، خب میتونیم تو تایم فریم 1 دقیقه اجازه بدیم به سقف این بازه برسه، چون دارید میبینید داره رنج بازی میکنه. اول قرار رنج 15 دقیقه شکسته بشه، پس احتمالا میاد بالا، یعنی این رنج رو میشکنه، از این کندل بزرگ خلاص پیدا میکنه میاد تا این بالا. از اینجا یه فروش خیلی خوب میتونیم داشته باشیم تا این پایین با ریسک بسیار کم، یعنی حد ضرر خیلی کم، حجم بالا، و بعد از اینجا دوباره میتونیم خرید داشته باشیم به سمت بالا. این کاری که میتونیم انجام بدیم. فعلا باید منتظر بمونیم، یعنی فعلا منتظر میمونیم ببینیم آیا میتونه خودش رو به این رنج بالا برسونه یا خیر. اونم توی 15 دقیقه 5 دقیقه هم حتی رنجه، یعنی حتی تو 5 دقیقه هم داره رنج بازی میکنه، خیلی جالبه. ما حتی اگر اینجا برای نقطه ورود هم چک کنیم، ببینید اینجا کاملا مشخص به این مقاومت رسیده، به این مقاومت چقدر مقاومت قشنگی بوده. یک بار اینجا قرمز مقاومت، اینجا آبی، اینجا آبی، اینجا آبی. احتمال داره الان آبی رو بشکنه بیاد سمت مقاومت بعدی، یعنی اینجا احتمالش زیاده به خاطر اینکه دیگه نتونسته این کف خودش رو بشکنه، ولی ممکنه باز رنج بزنه، یعنی ممکنه از همینجا دوباره بیاد از اینجا دوباره برگرده بالا. پس ما ریسک نمی کنیم، ما سعی میکنیم که از این بالا، یعنی ما کاملا سعی میکنیم که یعنی بچه ها ما سعی میکنیم از اینجا فروش خودمون رو وارد شیم، نه اینجا، چون اینجا نتونسته خیلی حرکت رو به سمت پایین حرکت در واقع هولش بده سمت پایین، مگر اینکه
این بار نتونه این کف این صفو بزنه و خودش نقدینگیش اون وقت دوباره بیاد پایین. اون وقت اینجا ما خرید داریم. یعنی اونجا ببینید بچه‌ها بازه ورود ما تو یورو USD امروز این صورت در میاد. اگه نگاه کنید اینجوری میشه بچه، یعنی ترجیحاً اینجا ما به دنبال سل خواهیم گشت، اینجا به دنبال بای، که این میشه همون رنج 15 دقیقه که نشونتون دادم. همون رنج 15 دقیقه است، کاملا مشهوده، این رنج کاملا مشهود. خب این از چارت یورو USD. پس چارت جی بی USD هم به همین شکله، به همین منواله. چارت مثلا یو دی USD هم به همین منواله. حالا یو دی USD حرکت شارپ تری داشته به سمت بالا، یا NZD USD هم به همین منواله. پس ما فعلا وارد نمیشیم مگر اینکه یا به این منتظریم به این نقطه ها برسه برای سل، یا به این نقطه برسه برای بای. الان داره حرکت میکنه، خب کاملا مشخصه آبی رو داره میشکنه. ما منتظریم تا این سطح بیاد بالا، به این سطح که برسه میتونیم یه سل خیلی خوب بگیریم تا اینجا ازش. حالا منتظر میمونیم تا برسه به این داستان. خب بچه ها ما منتظریم تا وارد رنج سطح بالا بشه، ما بتونیم تو این رنج مخصوصا تو این نواحی بالاترین جایی که ممکنه یه سری خیلی خوب داشته باشیم، حالا یا تا وسط های این رنج یا تا نقطه خریدمون. فعلا که ببینید نزدیکاش یه ریاکشن هایی داره نشون میده. ما یک بار دیگه اینجا رنج 15 دقیقه رو چک میکنیم، همین خط آبی همین محدوده میشه، یعنی دقیقاً یک جای. و اینجا هم با این اندیکاتور رو هم چک میکنیم یک بار دیگه. میایم توی یورو USD. ببینید بچه ها این اندیکاتور به ما در واقع سیگنال فروش رو داده. اگه نگاه کنید سیگنال فروش رو اینجا ما داریم، یعنی میتونیم حتی از همینجا هم توی یک دقیقه سلش رو بگیریم. یعنی اینجا کاملا مشخصه حرکات سعودی ضعیف شده و میتونه در واقع حرکت کنه به سمت پایین، ولی فعلا صبر میکنیم ببینیم آیا میتونه یه خورده بالاتر بازی کنه یا نه. یه بار دیگه چک میکنیم داستانو. میایم تو 3 دقیقه بچه، تو این اندیکاتور بعدیمون اینجا نگاه میکنیم ببینید تو 3 دقیقه کاملا مشخصه. ببینید بچه اینجا ناحیه پی آی ساپلای که اینجا گذاشته شده، ما منتظریم قیمت بتونه برسه اینجا. خیلی جذاب تره تا اینکه بخواد از اینجا پایین. اینجا میتونه کاملا پایین بیاد، ولی خب جذابیتش اونجا. تو 3 دقیقه اگه نگاه کنید هنوز جا داره. تو 1 دقیقه ما هنوزم جا داره، یعنی تو 1 دقیقه ما هنوز سیگنال فروش نداریم. تو 3 دقیقه هم هنوز نداریم. تو 5 دقیقه هم هنوز نداریم. ببینید کاملا مشخصه ما هنوز هیچ سیگنالی برای توی تایم فریم 1 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه برای فروش نداریم. ولی ممکنه حتی بریزه، اما ما فعلا نداریم. اگر هم نگاه کنید الان اگر داره یه خورده ریزشی میشه به خاطر این امایه، به خاطر این امایی که اومده بهش برخورد کرده و حالا از اینجا ممکنه حتی ریزشی شه. ولی خب اشکال نداره دیگه، ما اونجا که نقطه ورودمون نیست نمیتونیم وارد بشیم. یعنی اگه نگاه کنید هنوز به اون ناحیه مد نظر ما نرسید، پس ما وارد نمیشیم. متعهدیم به تحلیلی که داریم، نمیایم صرفا وارد شیم. اینجا هم که مشخصه هم تو 3 دقیقه هم داده، ببین تو 3 دقیقه هم ریزشی داده. میشه وارد شد بچه‌ها، ولی خیلی ریسکش بیشتر. یعنی نگاه کنید از اینجا رو ممکنه حمایت بشه، ممکن از اینجا حمایت شه بیاد بالا، ممکن هم نشه. ببین داره بازی میکنه، کاملا مشهوده. نگاه کنید بچه‌ها کاملا این حمایتی که اینجا داره مشهوده، یا میشکنتش یا به سمت بالا هدایتش میکنه. نیومد دیگه، با اختلاف خیلی کمی معاملمون رو فعال نکرده. ما میتونیم از این اندیکاتور هم باز نگاه کنیم. اندیکاتور مختلف بر نقطه ورود میتونیم داشته باشیم. بعد مشخصا اینجا هم سیگنالی برای فروش هنوز نداده. اگه نگاه کنید هنوز ما برای فروش سیگنالی اینجا هم نداریم. این صرفا میتونه این اندیکاتور هم اگر ببینیم، آره این اندیکاتور هم البته
تو این اندیکاتور ما فروش داریم، یعنی نگاه کنید به ناحیه فروش ما رسید. خیلی اشکالی نداره. اینجا هم اگه نگاه کنید تو 5 دقیقه هنوز نرسیده. اگه نگاه کنید تو 1 دقیقه هم نرسیده، تو 3 دقیقه هم نرسیده. یعنی ما ناحیه فروشمون این بالا بوده که نرسید. میتونیم خود شاخص تکسی هم ببینیم. حالا میتونه تا این ناحیه قشنگ پایین بیاد بچه‌ها، میتونه تا اینجا پایین بیاد تکسی، پس میتونه نقطه ورود به ما بده، ما فقط باید صبر کنیم. خب از این بگذریم تا یورو USD حالا داستان میشه. تو 5 دقیقه تا یورو USD احتمالاً بالا میخواد بیاد، ما بریم سر وقت یه چارت دیگه با هم دیگه که وقتمون هدر نره. پس تکلیفش معلومه دیگه، یورو USD، GBP USD، NZD اینا تکلیف معلومه. بریم سراغ سر وقت مثلا دکس S&P. آها بچه S&P جای جالبیه. اول 4 ساعتش S&P به این حمایت نرسید. حالا من میخوردم اینو اگه کوچیک‌تر کنم، ما اینجا یه حمایت اصلی داریم که S&P بهش نرسیده، انتظار داریم بهش برسه و از اینجا بره بالا. توی 15 دقیقه اگه نگاه کنی، تو 15 دقیقه مقاومت بسیار سنگینی رو به روش داره که میتونه اینو به سمت پایین هل بده. این مقاومت سنگینی روش داره. تو 5 دقیقه مقاومت ها الان رسیده به سقفش، یعنی کاملا رنج شده تو 5 دقیقه. تو 15 دقیقه جذابه برای فروش، پوزیشن جذابیه، چون ما اینجاییم، ما قراره که حمایت اصلیمون از اینجا صورت بگیره برای S&P. حالا آره به یه نگاه دیگه میکنیم بچه‌ها. S&P آره حالا نزدیک فکر کنم مشکل دیگه نداره. توی 5 دقیقه تو 15 آره تو 5 دقیقه یه دونه پیوای اینجا داره که بالاترش ما میتونیم در نظر بگیریم، یعنی ما میتونیم این محدوده رو در نظر بگیریم. الان اندیکاتور رو خاموش میکنم که خیلی اذیت نشید. تو 3 دقیقه سمت بالا داره حرکت میکنه، تو 1 دقیقه هم همینطور. اگه نگاه کنی هنوز جا داره که این اندیکاتور پایینی ببینه، هنوز جا داره بالا بیاد بچه‌ها. تو 5 دقیقه هم همینطور هنوز جا داره، کاملا مشهوده این داستان. و فعلا اینجا هم ما خیلی نمیتونیم ورود پیدا کنیم، شاید اینجا بتونیم یه سری ریزی بگیریم ولی فعلا نه. یعنی نزدک و S&P هم فعلا به ما چیزی نداده. یورو USD ببین بچه دوباره داره بالا میاد، اگه نگاه کنید همون حرف ما داره درست در میاد، ما اینجاها فروشنده هستیم. خب بریم نفت رو با هم دیگه ببینیم نفت وضعیت چجوره بچه ها. خب نفت توی 4 ساعته که اول از اینجا شروع کنیم، این مقاومتی که ببینید بچه، این مقاومتی که S&P داره چقدر قشنگ داره بهش ریاکشن نشون میده. حرکات چارت برای ما معنا داره دیگه، ما الکی ببین نفت کاملا پوزیشن 15 دقیقه تو پوزیشن خرید میتونه باشه. تو 4 ساعت هم همینطور، خیلی جالبه. خب نفت میتونه خرید خیلی خوبی داشته باشه، اما چرا؟ ببینید اولا تو 4 ساعته کاملا فاصله گرفته از مقاومت های اصلی که داره، یعنی یه مقاومت اصلی اینجا داره، یه مقاومت فرعی اینجا داره. خب بچه این ناحیه‌ای بود که قبلا به دست آوردیم، چقدر قشنگ. بریم ویدیوی نفت ما رو ببینین، اینجا یه مقاومت به دست آوردیم، اینجاها بود قیمت اینجاها بود، گفتیم تا اینجا بالا میاد و از اینجا ریزش خواهد داشت و همین اتفاق افتاد. خب اینو پاک می‌کنیم. حالا چرا میگم تو 4 ساعته میتونیم خرید خوبی داشته باشیم نفت؟ اولا که کاملا از مقاومت‌های اصلیش فاصله گرفته و باید برگردیم مسیر رو. سیگنال خرید از اینجا داریم، سیگنال خرید اینجا داریم، پایین اینجا بسته شده. حالا تا این تاییدی اندیکاتور رو ما داریم.
یه ناحیه اصلی داشتیم این پایین، حالا باید بریم بررسیش کنیم ببینیم که این چی بوده. از این که بگذریم حالا احتمالا تو دیلی، آره توی دیلی بوده این حمایتی که داشته اومده، حتی توی چارت، حتی ببین بچه‌ها تو چارت هفتگی هم نگاه کنید، تو چارت هفتگی کاملا مثل اینجا اوور کرده 5 تا اندیکاتور و ما تو 15 دقیقه تو تایم فریم 15 دقیقه اینجا یه حمایت داشتیم که حمایتش رو دریافت کرده، به سمت بالا حرکت کرده. اینجا مشخصه یه مقاومت اینجا داریم. بچه تو 15 دقیقه ما کاملا سیگنال خیلی خوبی برای خرید داریم. حالا من تو 15 دقیقه بیارم بچه ببین کاملا مشهوده. درسته که روند ریزشی داشته اما از اینجا میتونه برگرده تو 30 دقیقه، توی 1 ساعت کاملا به این، ببین بچه ها به حمایت 4 ساعتش رسیده که از قبل داشتیم، این اهمیتی نداده به اینجا رسیده، تو 4 ساعته کاملا مشهوده حمایتی که داره. و تو دیلی خب ما میتونیم نفت رو وارد بشیم، فقط یه خورده اینجا هم ببینیمش تو 4 ساعتش، تو 1 ساعت کاملا به قدرت شدیدی و رسیده برای خرید، مشهود این حرکتش. حالا ما میتونیم اینجا رو باز کنیم، آره کاملا مشهوده و میتونه تا این مقاومت اینجا بیاد. بچه ما الان این مقاومت از حجم داریم که اینجاست، به راحتی میتونه تا اینجا حرکت خیلی خوبی داشته باشه. تو 30 دقیقه هم سیگنال خرید ما داریم، تو 15 دقیقه داریم این سیگنال خرید مجدد، تو 5 دقیقه هم داریم، ولی حرکات خیلی ضعیفن، حرکات خیلی ضعیف شده. الان این خورده ضعیف حرکات نفت، یکم زورش نمیرسه، منظور ما اینه میخواد حرکت صعودیشو شروع کنه ولی هنوز زورش نمیرسه. خب ما یه بار دیگه اینو چک کنیم. یوریستی هم از همینجا دوباره داره رنج میزنه. اگه نگاه کنید بچه ها اینجا هم که ما مثلا خب چیزی که اینجا ما دنبالشیم این حمایت هست، یعنی کاملا حالا اومده تو این حمایت. حالا ما میتونیم کجا ببینیمش بچه ها؟ میتونیم اینجا ببینیمش. ببین اگه الان اولا اگر ریزش کرد به خاطر این مقاومتی بود که سر راهش داشت، تو 1 ساعت مشهود ایناش، این همون ناحیه حمایتی هست که از گذشته داشته و از اینجا به سمت بالا خیلی قشنگ میتونه حرکت کنه. تو 1 ساعت هم دوباره ما این ناحیه رو داریم، تو 4 ساعت هم نداریمش. 4 ساعت اینجا برای ما نذاشتش، این پایینه ولی فاصله زیادی تا اونجا داره. میشه یه معامله ازش گرفت. حالا ما میتونیم وارد بشیم این داستان، ما میتونیم که وارد بشیم، نفت رو میتونیم بیاریم و خریدمون رو انجام بدیم. کاملا مشهود فاصله که گرفته بچه ها، فاصله که گرفته کاملا مشهوده. 30 دقیقه بسیار فاصله زیاده، 4 ساعته که بسیار زیادتر. خب حالا سوال اینه که ما وارد این پوزیشن شدیم، حد ضررمون، خب ما اکانت 1 کا هستیم و نهایتا میتونیم حالا یه حد ضرر مثلا حالاش $7 بذاریم و انتظاری حرکت خوب داشته باشیم. میتونیم از اینجا چک کنیم با هم دیگه تا کجا هم میتونه بره. نفت، بله نفت حداقل تا این مقاومت میتونه حرکت کنه. اگر اینجا هم چک کنیم با هم دیگه، تایم فریم های بالاترش رو ببینیم، مثلا 4 ساعت رو ببینیم، مقاومت ما اینجاست، یعنی میتونیم تیکت اول خریدمون رو اینجا قرار بدیم و بعد اینجا. اینا محدودهای تی پی ما هستن، یعنی ما اگر اینجا وارد پوزیشن بشیم، مد ضررمون اینجا گذاشتیم، این اولین تی پی ما هست و این دوم.
ما میتونیم دومی بذاریم روی قیمت 62,500 حدودا. البته عددش فرق میکنه، باید اینجوری ببینیم. پایین این کندل سبز بالا سرش خیلی بالاتره بچه ها. اینجاست چیزی که گذاشته شده. بچه نگاه کنیم، نفت به راحتی میتونه تا اینجا حرکت کنه که $107 است. ما میتونیم یه خورده حجم بالاتر هم وارد بشیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم، یه خورده مطمئن تر بشیم داستان نفت. و بچه یوری استی نگاه کنیم. من یوری استی یه بار دیگه بالا بیارم. ببینید، دیدین داره میاد رنج بالا، داره میاد رنج بالا رو رمز کنه. چارت نفت مقاومت اصلی شما گذاشتیم، حد سودمون این بالا بود. بعد ببینیم میتونه این حرکت شارپ انجام بده یا نه. به نظر که بتونه. همه چیز مهیای حرکت سودیه برای نفت. همه اندیکاتورها با هم دیگه جام همینطور. خورده زورش نمیرسه ولی میتونه انجام بده. حالا ما میتونیم یه کار کنیم. ما یا میتونیم یوری یو اس تی رو وارد بشیم، ولی بچه یه خورده ریسکیه چون یوری یو اس تی خبر داره. اگر نگاه کنید بچه یوری یو اس تی 11.5 خبر داره، 3 خبر داره، 3.45 4 همه این رو یوری یو اس تی تاثیر داره و یه خورده این بازار خطر. من نفت خیلی بیشتری پسندم که وارد شم، اما میخوام یه در واقع میخوام بالاترش وارد شم و میخوام حجم بالاتری وارد شم بچه ها. نفتو به نظر ارزشش رو داره. خب بچه ها، ما یه نگاه دیگه بندازیم. یوری اس تی کاملا به رنج بالا رسید. اینجا میتونیم یوری اس تی با هم ببینیم. فیلم 5 دقیقه بچه کاملا رسیده، کاملا به اون رنجی که ما میخواستیم رسیده. حالا میتونیم وارد فروشش بشیم، هرچند که نفت هم خیلی پوزیشن جذابی داره برامون. ما میتونیم اینجا وارد بشیم. حالا فعلا یه دونه 25 صدم بچه اینجا از یوری اس تی وارد میشیم. محدوده‌ای که حالا مد نظرمون بود بهش برسه. یه حد ضرر هولوش 13.75 دلار براش میذاریم. حد سودمون هم میتونیم تا این ناحیه بذاریم که $59. میتونیم هم وسط کانال بذاریم دیگه، دست خودمونه. حالا من فعلا برای اینکه ریسک نکنم هولوش وسط ناحیه میذارم. بچه ببینید رسید به ناحیه مد نظرمون و داره حالا حرکت ریزشیش شروع میکنه. $39 حد سود، $32 حد سوده و من حالا سعی میکنم ویدیو رو همینجوری بذارم که بمونه، شما حرکات در واقع یوری اس تی رو ببینیم که به چه صورت حرکت میکنه. حالا فعلا یا ویدیو رو یکم میذارم بمونه، اگه ببینم طولانی میشه پاز میزنم و بعد نتیجه رو نشونتون میدم. پس فعلا این اولین معامله امروز ما شد. دومیش نفت رو زدیم بستیم، چون نفت دوست دارم خیلی حجم بالاتر وارد شم، منتها هنوز زور اینو نداره که در واقع صعودی بشه. پس فعلا روی یوری یو اس تی روی رنجی که ما پیدا کردیم وارد میشیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته. فعلا من اینو همینجوری رها میکنم.
هم بهش امضا کنه. خب بچه، برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من اینجا ویدیو رو پاز میکنم و اینجا من تایم ویدیو رو پاز میکنم و حالا نتیجه نشونتون میدم. اگر حد ضرر بخوره یا حد سود بخوره خب کاملا مشخصه، معامله واضحا واضح در میاد. سودمون هم $32 گذاشتی. پس من ویدیو رو برای اینکه تایم زیاد نشه اینجا قطع میکنم و نتیجه رو نشونتون میدم. آره الان به من زنگ زد، گفت که آقای دردی گفتم واقعا خبر نداشتم.
خیلی خب بچه من ویدیو رو باز گذاشتم، ببین چقدر قشنگ اومد این رنج درونی ترش، یعنی این رنج خارجیه، این رنج درونی تره. خب اومد حد سود ما رو داد و رفت توی رنج درونی ما. $32 الان از این معامله به دست آوردیم. اکانت یکایی هست. چارت نفتم ما یه بار دیگه ببینیم که آره زورش نمیرسه بچه، دیدی گفتم زورش نمیرسه. کاملا مشهوده. یورو یو اس دی که ما دیگه گرفتیم معاملمونو فعلا، چون کلی خبر داریم میره برای رنج بزرگتر بچه ها، احتمالا میره برای رنج بزرگه. یورو یو اس دی 15 دقیقه اگه بیاریم این رنج کوچیکه رو رفت، احتمال داره که یه حرکتی واسه این رنج بزرگتر داشته باشه. ولی چون ما نمیدونیم که میخواد به سمت پایین حرکت کنه یا به سمت بالا، وارد معامله نمیشیم. هر وقت اومد اینجا خب اینجا خرید میزنیم، اگه اومد بالا اینجا فروش. یا یورو یو اس دی دیگه من تا این رنج نرسه دیگه وارد معامله نمیشم، اینجا برای فروش اینجا برای خرید. نفت رو یه بار دیگه کندل عوض شد. خب 4 ساعتمون تموم شد، یه خورده پایین داره بازی میکنه اینجا توی نفت، یکم پایین داره بازی میکنه، پایین ترش هم زده، زورش نمیرسه همچنان متاسفانه، هنوز اون زوری که باید داشته باشه نداره، هنوز اون زور رو نداره، مشخصا زور رو نداره. تو 15 دقیقه 5 دقیقه که از این ما اینو پاک کنیم، چون نفت دیگه معاملمون رو بستیم. خب نمیتونه این مقاومتشو بشکنه، توی حمایت قرار گرفته بچه ها. نفت 1 ساعت 4 ساعت الان نفت روی رنج وسطه، میدونی روی خط وسطشه، خورده اذیت کننده است. حالا یه خورده نفت چرا اینجا نمیاره، خط وسطشو میخوایم. آها اینو میخواستیم بچه، نفتمون این باید بشه، این نیست، نفت ما اینجاست. خب بچه نفت اینو من منتظرش بودم، 1 ساعت 30 دقیقه تایمفریم 15. خب این سیگنال خرید ما داریم ولی ضعیفه، تمام تایمفریم ها قرمزه، سیگنال میده بچه، ولی الان حرکت نمیکنه، یعنی ریسکیه. میدونی چی میخوام بگم احتمال داره بیاد ما رو، یعنی مثلا تا اینجا بیاد پایین از اینجا حرکت کنه، این احتمالش هست. خب احتمالش هست، خیلی حرکت ضعیفی داره. این که داستان داره، تحلیل خاصی رو طلا ندارن. نفت اگه بتونه از اینجا حمایت شه میتونه بالا رو بزنه. الان نفت ما یه بار دیگه ریتست میکنی نفت و این بار 2500 وارد میشه. $10 براش حد ضرر میذاریم. یک معامله بچه ها حد بالاتر مقاومت اینجا داره، احتمالا این FVG رو بخواد بگیره و این گپ هم میتونه پر کنه. حالا فعلا ما اینجا میذاریم. پس معامله بعدیمون بچه ها نفته با $150 حد سوده و $10 حد ضرر. بچه اکانت یکاییه و بیشتر از این نمیتونیم ریسک کنیم متاسفانه. البته یه خورده جای ریسک داره، این ارزشش رو داره که یه خورده ریسک بیشتری انجام بدیم، چون اینجا میتونه از اینجا برگرده. خب این معامله بعدیمون روی لایو تریدمونه، ببینیم که آیا میتونه به این نقطه برسه یا خیر. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم و مجدد نتیجه رو نشونتون میدم، چون بچه ها این به سمت تایم فریم های بالاتره دیگه من پاز میکنم. احتمالاً بعد از ظهر چند ساعت 9:53 دقیقه است، نزدیک ساعت 10. خب
احتمالاً بعد از ظهر، بعد از اینکه همه خبر اومد، من این معامله رو بهتون نشون میدم که به کجا رسیده. امیدوارم که اون چیزایی که من میخواستم توی ویدیو تونسته باشم به نفع حسن بهتون گفته باشم.